ارزیابی خیلی مهمه که خودتو سبک سنگین بکنید. کجای کارید؟ حالا 3 روز از رمضان گذشت، 4 روز، تو این 3 روز خودتو ارزیابی بکن. ناکو عقبی یا جلوی؟ نرمالی؟ چقدر عقب افتادید؟ یا متوسطید؟ اگه متوسطید میشه عالی شد، بعد میشه عالی ترین شد. شما دوست داری بهترین باشید؟ دوست داری یا ندارید؟ بگید دیگه، کمک من بکنید. پدر مادرت بیامرزه، اینجا کلاس دیگه، دور هم، یه جلسه دور همیم. دوست دارید که بهترین باشید. سوال دوم، آیا بهترینید؟ شاید خودش میدونه، شاید خودش میدونه که بهترینه. این اعتماد به نفس خیلی عالیه، خیلی عالیه. اگر دوست دارید بهترین بشید و بهترین نیستید، میتونید بهترین باشید. با یک کمی تلاش، توکل، برنامه ریزی خودتو جلو میندازید. پس اگر چیزی رو دوست دارید و فکر میکنید بهش نرسیدید، اگه یه نفر قبل از تو رسیده، نفر دوم هم میتونه برسه. هر کاری یک نفر در دنیا انجام داد، نفر دوم هم قطعا میتونه انجام بده. خوشنودی و رضایت خدا رو دوست دارید؟ خدا ازتون راضی باشه. من دعا میکنم خدا از همه ما و شما و برادران و خواهرانمون در کل دنیا خدا ازشون راضی باشه. به تلاششون هرچند که ناچیز باشه و زحمتشون ارج منه خداوند و قبول، مهر قبول بزنه. ولی خوشنودی و رضایتمندی خدا با معصیت نمیشه، با طاعت میشه. فکر کنم دیشب یا امشب نمیدونم خوندن قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا رو واقعا دوست دارید و میخواید که خدا دوستتون بداره، پیامبر میگه از من پیروی بکنید.